آی دکتر، الان برگردیم بیایم داخل. چشمانداز کلان اقتصاد ایران در سال آینده از نظر تورم، نقدینگی، کسری بودجه، اینا رو چه شکلی میبینیم؟ اوضاعمون چطوره؟ صادقانه خدمت شما عرض بکنم یه جورایی خیلی نگران کننده است. حالا خدمت شما عرض میکنم به چه دلایل. بیایم رو متغیرهای اقتصاد کلان و آمارهایی که ما از متغیرهای اقتصاد کلان. خب مهمترین رکن و به نوعی شاخصه اقتصاد GDP، رشد اقتصادی است. این سایز اقتصاده که خبر از آینده میده. وضعیت رشد اقتصادی ما بر گواه آمار مرکز آمار ایران و باز بر گواه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول منفی شد. بخش خانوار رشد منفی تجربه کرد. تشکیل سرمایه به قول معروف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا سرمایه گذاری که پایه رشد اقتصادی است منفیه. مرکز پژوهش‌های مجلس حتی برای پاییز هم تقریبا در آذر ماه منفی 14.8% رشد تشکیل سرمایه رو میده. خب تو سرمایه گذاری انجام نشه سایز اقتصاد قرار نیست بزرگ بشه. شاخص مدیران خرید که ماه به ماه اعلام میشه و تقریبا چند روز پیش دی ماه هم منتشر شد، حکایت از ضعف تولید، عدم دسترسی به مواد اولیه، ناهمخوانی بین قیمت‌ها و رشد هزینه تمام شده، همه اینها به من میگه که وضعیت رشد اقتصادی ما امسال به سمت منفی شدن گرایش پیدا میکنه. حالا اگه بخش خدمات رو بذاریم کنار، در بخش صنعت، بخش کشاورزی و به نوعی بخش نفت و گاز ما افت در بخش کشاورزی و صنعت که منفی میبینیم، در بخش نفت و گاز نسبت به سال قبل یک افت بزرگ. به نظر رشد اقتصادی با این وضعیت منفی است و در سالهایی که ما در رشد اقتصادی منفی به سر بردیم، کسری بودجه بزرگ دولت، رشد شدید نقدینگی، افزایش‌های هزینه تمام شده و یه جورای افزایش‌های قابل ملاحظه در نرخ ارز رو مشاهده کرد. آمار بیش از 50 سال اقتصاد ایران رو اگر ببینیم، رشد اقتصادی منفی در اون سالها این اثرات رو ایجاد کرده است. بیایم سراغ نقدینگی که منتج به تورم و تورم منتج به هزینه تمام شده و حتی نرخ ارز، رشد قیمت دلار میشه. آقای پیوسته عزیز، آمار مربوط به نقدینگی به نوعی شوکه کننده است. نقدینگی بر اساس گفته‌های جناب آقای دکتر همتی در نیمه دی ماه رشد پایه پولی، یعنی پولی که بانک مرکزی خلق میکنه، هر 1 تومن رشدش بیش از 7.5 برابر نقدینگی در اقتصاد ایجاد میکند، یعنی پول پرقدرت رشدش به 51% رسیده. به نوعی در 15-16 سال گذشته این بی سابقه است. خود رشد نقدینگی تا پاییز بر اساس آمارهای اعلامی بالای 41%. یعنی این حجم از پمپاژ پول در اقتصاد متاسفانه تضمین نرخ‌ها بالاتر، تورم بالاتر در ماه‌های آینده رو به ما نشون میده. خب جراحی بزرگ اقتصادی رو هم در کنار اینها ما داشتیم. حذف ارز ترجیحی، تبدیل نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ توافقی یا تالار دوم در مرکز مبادله. این رشدهای بزرگ در قالب هزینه‌های تمام شده به تبعش تورم بالاتر رو همچنان در ماه‌های آینده داره. من 2 عدد به شما بدم از خود تورم. گفتیم همچنان اینو داریم در ماه‌های آینده، ولی تورم رو تا دی ماه ببینیم. تورم نقطه به نقطه دی ماهمون آقای پیوسته شد 60%. در 1 ماه 7.9% رشد هنوز داشتیم. ارز ترجیحی حذف شده است ولی کامل تخلیه شده است. خیر، ما این حذف رو داشتیم ولی هنوز کامل تخلیه شده. مضافه بر این که هر چقدر دلار آزاد بره بالاتر، با یه فاصله‌ای نرخ ارز سامانه به قول معروف مرکز مبادله و تالار دوم هم رشد پیدا میکنه. بنابراین همچنان پتانسیل رشد داره. نکته اینجاست، قدرت خرید خانوار، عمده هزینه‌های خانوار صرف چی میشه؟ کالاهای خوراکی. تورم بیش از 89%، در مرز 90%. تورم نقطه به نقطه سالانه اعلامی مرکز آمار برای کالاهای خوراکی.
در خب. دیما در دیما نسبت به دیماه پارسال، یعنی بهمن هنوز اعلام نشده، اسفند من اعلام می‌خواستم نشده، بهار است. ببینید ما از کجا میفهمیم که ماهای آینده هم همچنان سعودی است؟ بر اساس اون حجم بزرگ نقدینگی. نقدینگی ایجاد تورم در ماهای آینده میکنه. بذار یه شاخص پیشنگر بگم دوستان شما هم بدونن. همه جای دنیا میگن شاخص پیش بینی کننده تورم. قبل از اینکه تورم در اقتصاد بیاد، گرانی در کف بازار بیاد، اول این گرانی رو تولید کننده تو کارخونهش تجربه میکنه. یعنی اول تورم تولید اتفاق میفته، در قالب افزایش نرخ‌ها میاد کف بازار که ما تورم رو لمس میکنیم. اون شاخص تورم تولید رو میگن Producer Price Index، شاخص قیمت تولید کننده. مرکز آمار اعلام میکنه و بانک مرکزی برای آذر ماه نقطه به نقطه اون رو 60% اعلام کرد. اصلا شما روند رو نگاه میکنید یه مقداری شوکه کننده است. خب پس به من نشون میده هنوز این تورم تخلیه نشه، این تورم تولیده، در قالب افزایش نرخ به مصرف کننده نرسیده. پس فضای تورمی ما فضای سعودی است. اینها رو بذاریم در کنار انتظارات تورمی، سرعت گردش پول، تمایل به دارایی‌های دلاری محور خریدن به جای ورود پول به بخش‌های مولد، در کنار اون رشد اقتصادی منفی، به نظر میرسه که ما حداقل برای ابتدای 1405 هم همچنان این وضعیت تورمی، رشد اقتصادی منفی و موضوعات مربوط به قدرت خرید جامعه رو، بدتر شدنش رو خواهیم داشت. حالا من اخبار ضد و نقیض میشنوم که ما سال آینده قطعی برق نداریم. به باور من سال آینده همچنان، حتی اگر با ظرفیت‌های جدید هم در نظر بگیریم، به باور من ناترازی انرژی همچنان معنادار خواهد بود در قالب به قول معروف بی‌برقی، خیلی ساده بخوایم به شما بگیم، و اونجا هم بر روی هزینه تمام شده اثرگذار خواهد بود مطابق تجربیات سالهای قبل. ببینید آقای پیوسته، اگر اینها رو بذاریم کنار هم، با یک اقتصادی که رشد اقتصادی منفی داره، رشد نقدینگی بالاتر داره، تورم تولید حکایت از تورم بیشتر میده، خود تورم سطوح فعلی نگران کننده است که باز افزایش پیدا میکنه، بحث تحریم های بیشتر و کسری بودجه دولت رو داره، در کنار ناترازی انرژی. این پیکچری است که امروز از اقتصاد ایران ما میتونیم برای ماهای آینده متصور باشیم. اگرچه این طرف داستانم ببین، اگر توافقی انجام بشه در قالب توافق هستی، رفع تحریمی بشه، گشایش در صادرات نفت اتفاق بیفته، اون فضای انتظارات تورمی سقوط بکنه، دقیقاً میتونیم بگیم تمامی این موارد، نگیم در کوتاه مدت و به صورت بنیادی، ولی حتی در کوتاه مدت میتونه جهت و روند معکوسی به خودش بگیره. ما با ادامه وضع موجود میگیم نه جنگ نه صلح. با ادامه وضع موجود اگر جلو بریم چه اتفاقاتی میفته؟ این پیکچری است که ما از ماهای آینده میتونیم متصور باشیم. نگران شدی؟ وای نه، این آمارهای اقتصادی است. با آمار نمیشه جنگید، با روند نمیشه در اقتصاد جنگید. این اون چیزی است که هست. از آقای دکتر نیلی عزیز یه چیزی شنیدم، در اقتصاد باید با آب طلا نوشت. حتما هم به نقل از ایشون میگم چون از ایشون شنیدم. رشد اقتصادی خیر مطلق است، تورم شر مطلق است. اینهایی که به شما گفتم ریشه های شکلگیری تورم بالاتر بودن. رشد اقتصادی نیازمند تشکیل سرمایه است، فضای مناسب کسب و کاره، بازدهی مناسب بخشای مولده. نمیشه طلا در یک سال در اقتصاد شما، ارز در یک سال در اقتصاد شما، دپو کردن و احتکار مواد اولیه در یک سال در اقتصاد شما 2.5 برابر تورم بازدهی بده، ولی بخشای مولد و تولید اقتصاد شما بین مثلا فرض کن 15 تا 25% بازدهی داشته باشه. پول هوشمنده، پول جایی میره که بازده بالاتر بگیره. با چک و لغت هم نمیشه هدایتش کرد. این نکته است. تا این شر مطلق تورم که خودش در ایران یک پدیده پولی و رشد نقدینگی و به نوعی کسری بودجه است و اثرات تحریمی حذف نشه، مرتفع نشه، این مشکلات قابلیت ترمیم نداره. من در اقتصاد همیشه برمیگردم به این شعر گندم از گندم بروید جوز جو.
نمیشه کسری بودجه، نمیشه تحریم بشیم، نمیشه نفت نفروشیم، نمیشه کسری بودجه داشته باشیم، نمیشه رشد نقدینگی نداشته باشیم، نمیشه تورم نداشته باشیم. اینا همه به هم وابستن. شما ته داستان چرا دلار رفت بالا همش خبر سیاسیه؟ بله خبر هست، ولی ریشه فاندامنتال یا بنیادی که پشت سرش هست کاملا تایید میکنه. شما نمیتونید 51% رشد پایه پولی و نقدینگی داشته باشید بعد بگید تورم ان شاءالله میاد پایین. امکان نداره. انتظارات تورمی رو میشه با مذاکره پایین آورد. بله میشه در آینده شیب پایه پولی رو کاهش داد، ولی الان این پول خلق شده است و باید اثر خودش رو بگذره. بنابراین میخوام به شما بگم گندم از گندم بروید جزء تبعات سلسله واری است که در اقتصاد کلان پشت سر هم بروز میکنه که هنوز هم تخلیه نشده و نیمه اول سال هنوز به صورت تمام و کمال تخلیه نشده است و این شکل میتواند همچنان ادامه داشته باشه. واقعا نگران کننده بود آقای دکتر و من که خودم تعجب کردم. ولی آمارای رسمی است. این آمارایی است که میتونیم خودمون چکش بکنیم. آمارایی است که مردم میتونن هر ماه ببینن. کجا میتونن چک کنن؟ مثلا آمار مربوط به نقدینگی بانک مرکزی است. آمار مربوط به پایه پولی بانک مرکزی است. آمار تشکیل سرمایه بانک مرکزی است. آمار مربوط به تورم مربوط به مرکز آمار مربوط به شاخص قیمت تولید کننده تورم تولید مرکز آمار ایران. اینا دیتاهای رسمی است. ببینید یه موقع است یک جو یا هیجانی ایجاد میشه و من و شما به عنوان یک ایرانی دوست داریم امید بدیم و واقعا هم امید در اقتصاد ایران هست. حالا من جایی خدمت شما عرض میکنم یادمون باشه هر آینه در اقتصاد ایران فضای جنگ، فضای تحریم های بزرگ کاسته بشه به قدری زیرساخت وجود داره که اقتصاد ایران میبینید در سالهایی که تحریم برداشته میشه به شدت ریاکشن نشون میده و رشد اقتصادی مثبت ایجاد میکنه. زیرساخت وجود داره. این فضایی که گروگان گرفته این به قول معروف زیرساخت رو، یعنی فضای همون انتظارات تورمی، فضای تحریم، فضای جنگ، اجازه نمیده پول بخشای مولد این پول رو جذب کنن، این نقدینگی رو به خودشون بگیرن. بنابراین سیاست‌های اقتصادی هم در این راستا کارساز نخواهد بود. چیکار میخواد بکنه دولت؟ بانک مرکزی چه کت جادویی داره که از دلش بخواد پمپاژ پول یا ارزپاشی یا مداخله در بازار ارز به صورت مؤثر و مستمر بکنه که بتونه نگه داره. بنابراین ساختار اقتصادی خوبه، نه اینکه ساختار اقتصاد ما یک ساختار بهین است، ولی آنقدری هست که اگر به یک فضای نرمال و آرامش برسه بتونه رشد ایجاد بکنه. ما با متغیرهایی که میبینیم به نظر اون فضای آرامش فعلا در دسترس تا اون فضای تحریم ها و اون فضای مذاکرات رفع تحریم ها و مذاکرات انجام نشه فعلا چشماندازی وجود نداره. بیشتر شبیه یک معجزه است. من این رو خدمت شما عرض میکنم که دیتا ها رو افراد خودشون